تا حالا کیک پختی؟ متاسفانه منم نه. بیا مراحل پخته شدن یک کیک رو ربطش بدیم به یه اتوماتد تست. تو هر اتوماتد تست ما 4 تا فاز داریم: فیکچر ستاپ، اکسرسایز اس یو تی، ریزالت وریفیکیشن و همچنین تیر داون. که مراحل پخته شدن کیک هم خیلی شبیهشه. ما اول مواد اولیه‌اش رو جمع جور می‌کنیم که میشه فیکچر ستاپ. بعد کیکمون رو میپزیم که میشه اکسرسایز کردن اس یو تی مون. بعد یه تیکه از اون کیک بی‌نظیر رو برمی‌داریم، طعمش رو چک می‌کنیم که میشه ریزالت وریفیکیشن. و بحث تیر داون رو هم دیگه الان نمیگم، بعداً بهش اشاره‌ای می‌کنم. سلام، من نیمان، امیدوارم که حالت خیلی خوب باشه. تو این ویدیو می‌خوایم در مورد ریزالت وریفیکیشن صحبت کنیم که 3 تا دسته‌بندی اصلی داره: asset verification، behavior verification یا همون interaction verification و output verification. بریم ببینیم جرارد چی میگه. جرارد میاد میگه که ما وقتی که اکسرسایز میکنیم اس یو تی مون رو، استیت اپلیکیشنمون میره توی استیت مشخصی که ما انتظار داریم و بعد چکش میکنیم ببینیم که به اون استیت منتقل شده یا نه. در مورد این دیاگرام هم یه توضیح ریز بخوام بدم، همون بحث فیکچر ستاپو داره، اکسرسایز کردن اس یو تی مون داره و در نهایت هم بحث وریفای شدن که این اس یو تی وقتی انجام شد باید استیت تبدیل بشه به اون استیت مشخص. و همچنین بحث دی او سی رو داره، میگه که میشه همون دیپندنت کامپوننت که بعداً یه ویدیو درست میکنم، لینکش هم این بالا میذارم. فعلا همون درست نکردم، به نظرم یه ویدیو مفصل باید در مورد دی او سی درست کنم. بریم در مورد behavior verification صحبت کنیم. خب توی این قسمت میاد میگه که من SUT مو صدا میزنم و اون به یک DOC، به یک دیپندنسی وصله و بعد میام چیکار میکنم؟ بررسی میکنم ببینم اون رفتاری که با اون دیپندنسیم داشتم به درستی انجام شده یا نه. اگه این یه ذره گنگه بعدن جلوتر توی کد با هم دیگه میبینیم، اصلا اشکالی نداره. خب یه نکته خیلی مهم اینه که توی این کتاب جرارد مستقیما به output verification اشاره نشده، ولی میریم از ولادیمیر خوریکوف عزیز یه کمک میگیریم. میاد میگه بحث output based style که همون output verification ما میشه، میگه من یک مقداری رو پاس میدم مثلا به یک SUT و در نهایت یه خروجی ازش میگیرم و انتظار دارم که اون خروجیه همون چیزی باشه که من میخوام. به نظرم از همه راحت‌تر همین output verificationه. خب ولادیمیر خوریکوف یه سری چیزا هم داره که اونا رو هم بریم صحبت کنیم خیلی سریع. دقیقاً میاد در مورد استیت بیس استایل هم صحبت میکنه که همون استیت وریفیکیشنه و همچنین در انتها یه گزینه داره به اسم کمیونیکیشن بیس استایل که میشه همون بیهیویر وریفیکیشن. خب اگه تا اینجا ویدیو خوشت اومد لطفاً لایکش کن که هم من واقعا خیلی خوشحال میشم، همین که در معرض دید دوستان دیگه هم قرار میگیره شاید واقعا به این ویدیو نیاز داشته باشن. و اینکه اگه از این ویدیو خوشت اومد و من قراره کلی مثلا تولز و چیزای این شکلی و رویکردهای مختلفی مثل دامین دیون دیزاین توضیح بدم، اگه اینها رو دوست داری یاد بگیری لطفاً سابسکرایب کن و گزینه نوتیفیکیشن رو روی آل قرار بده که به محض انتشار ویدیو نوتیفیکیشنت برات ارسال بشه. بریم توی کد. خب بریم پروژه رو با هم خیلی سریع ببینیم. این دقیقاً همون پروژه‌ای که توی ویدیو اس من به توضیح دادم که اگه ندیدی ویدیوشو لینکش رو این بالا برات میذارم، به نظرم ببینی بد نیست. خب یه پروداکت دارم که چیز خاصی نیست، یه انتیتی پروداکت دارم و همچنین نسبت به ویدیو قبلی اینجا من یک ریپوزیتوری اضافه کردم که توی لایه اپلیکیشن بهش نیاز دارم و توی لایه اپلیکیشن هم دقیقاً هیچ فرقی نکرده، البته اینترفیسش، و توی همون بحث ایمپلیمنتیشنش اومدم از اون ریپوزیتوری دارم استفاده میکنم، پروداکت رو به وجود میارم، ادش میکنم توی ریپوزیتوری و در نهایت یه خروجی میدم. خب بریم خیلی سریع بحث استیت وریفیکیشن رو با هم بررسی کنیم. توی همون بحث تست پروداکتم تو لایه دامینم یه فیکچر ستاپی دارم که البته بازم اگه ویدیو فیکچر ستاپ رو ندیدی این لینکش رو این بالا برات میذارم، حتما ببین. و در نهایت دارم اکسرسایز میکنم اس یو تیمو و انتهام دارم وریفای میکنم که مطمئن بشم اون اطلاعاتی که دادم به درستی هندل شده یا نه. خب من اینجا وقتی دارم پروداکت هم به وجود میارم در واقع دارم استیت اپلیکیشنمو رو تغییر میدم. خب پس باید مطمئن بشم که اون نیمی که مثلا دادم به درستی داخل پراپرتی نیم پروداکتم قرار گرفته، یعنی مثلا یه موقع جابجا نشده باشه، تغییری روش اتفاق نیفتاده باشه، اون رفتار به درستی هندل شده که این داره این وسط وریفای میکنه. بحث دیسکریپشن هم همینطور. پس این دقیقاً میشه بحث استیت وریفیکیشن. من استیت اپلیکیشنم دارم وریفای میکنم که به درستی هندل شده یا نه. بریم بحث اوتپوت وریفیکیشن. تو اون لایه همون در اپلیکیشن هم اگه یاد باشه اومدم یک پروداکت رو اد کردم داخل ریپوزیتوری. از دوباره یه بحث فیکچر ستاپ دارم که البته من اینجا از یک ابزاری استفاده کردم به اسم فیک ایت ایزی از متد یا همون پابلیک ای پی آی دامیش. اینا نگران نباش،
توی ویدیوی دقیقاً بحث دیپندنت کامپوننت ها و همون بحث تست دابل ها که البته هنوز ویدیوشو درست نکردم ولی لینکش رو این بالا میذارم وقتی که درست کردم، عملاً اینا رو کامل توضیح میدم. بریم بحث اکسرسایز کردن SUT مون که پایین اتفاق افتاده و در انتها بازم دارم وریفای میکنم. من وقتی که SUT مو صدا میزنم یه خروجی بهم برمیگردونه که دقیقاً اسمش هم متوجه شدی، بحث اوتپوت وریفیکیشن. من دقیقاً دارم چک میکنم که ببینم وقتی که SUT مو صدا زدم و یک اوتپوتی داره برمیگردونه سمت من، اون فرآیند به درستی اتفاق افتاده یا نه. حالا بریم بحث behavior verification. اسم تست متدم دقیقاً تو این حالته، میگه پروداکت من یه بار داخل ریپوزیتوری اد بشه. از دوباره میام میگم فیکچر ستاپ رو دارم به وجود میارم. اگه دقت کنی تو این حالت وقتی من دارم اون SUT مورد نظر صدا میزنم اصلا با خروجیش کاری ندارم به هیچ عنوان و در انتها هم دارم میام بررسی میکنم، یعنی وریفای میکنم ریپوزیتوریم رو. این آری که اینجا میبینی، البته تو این حالت هم من از یه ابزار دیگه استفاده کردم به اسم MOQ که کارمون راحت‌تر را بیفته. حالا بعداً از دوباره بیشتر با بررسیش میکنیم. میگیم اون ماکر ریپوزیتوری که به وجود آوردم، حالا دقیقاً اون متد ادش که اگه این اینترفیس آی پروداکتمون رو بررسی کنیم، من در واقع دارم اد میکنم پروداکتم رو داخل مثلا اینفراستراکچرم. خب و اینجا اومدم چیکار کردم؟ اومدم دارم بررسی میکنم وقتی که میگم مثلا هر پروداکتی اگه سمت اومد، چون الان پروداکت مورد نظر من نیست، مثلا با یک کانسلیشن توکنی، حالا هر کانسلیشن توکنی این باید یک بار صدا زده بشه. یه بار بریم از لایه اپلیکیشنمون رو ببینیم. مثلا من پروداکت به وجود آوردم و یک بار متد اد لایه ریپوزیتوری رو صدا زدم. من میتونستم اینجا به اشتباه 2 بار صدا بزنم. پس باید مطمئن بشم که وقتی تو اون SUT دارم یک دیپندنسی رو استفاده میکنم این رفتار به درستی اتفاق میفته یا نه. من پس نیاز داشتم مطمئن بشم توی اون تست نهایی که یک بار ریپوزیتوریم صدا زده شده و یه بار دیگه هم اگه بخوایم ببینیم من وریفای میکنم ریپوزیتوریم رو، اون متد ادش رو که وقتی این SUT رو اکسرسایز کردم یک بار صدا زده بشه وگرنه ارور میده بهم. خب تا اینجا فکر می‌کنم بحث ریزالت وریفیکیشن همون فاز سوم تستم برات جا افتاد و یه نکته‌ای که دارم، حالا برسیم به اون بحث تیردانی که من گفتم اول ویدیو. نکنم بحث تیردان خودش ویدیو کلا مجزاست و توضیحات مفصلی داره، اما من کلا یه سوالی ازت دارم. اگه خودت میدونی تو اون مراحل پخته شدن کیک که اول ویدیو بهش اشاره کردم کدوم یکی از اونا بحث تیردان هستش، حتما کامنت بذار. واسه کلا اگه اطلاعات داری در موردش کامنت واسم بذار، چون دوستان دیگه هم میبینن و ازش استفاده میکنن و به نظرم یه همصحبتی خوبی ممکنه بین هم دیگه اتفاق بیفته و به نظرم قشنگه. من کانال تلگرامم دارم که لینکش این پایین برات میذارم. به نظرم بد نیست جوین بشی چون در مورد موارد مختلف گاهن صحبت میشه اونجا و دوستان زودتر نوتیفای میشن. و اینکه اصطلاحات تست همین مثلا بحث دیپندنت کامپوننت و ریزالت وریفیکیشن و چیزای این شکلی نیست، خیلی بیشتره که یه ویدیو قبلا درست کردم که این بغل برات میذارم، اونم به نظرم ببینی خالی از لطف نیست. مرسی که لایک کردی، خسته نباشی و خدا نگهدار.